سلام وطندارای عزیز، امید جور و صحتمند و سرحال باشه. دوستا، قسمی که شما در تصویر میبینیم ما امروز آمدیم البته از سایه ماهیپر کابل در جایی که کو انفجار کرده. البته کو زمین لرزه بوده یا یک آتش فشان بوده. کو پایین شده و راه را مسدود ساخته. بر روی متنای ما شما ببینید دوستا، این سایه هنوز هم خطر وجود داره که امارت اسلامی سایه را مسدود ساخته و از اون طرف هم فقط مدت 1 ساعت از طرف جلال آباد موتر را اعلام میکنه و مدت 1 ساعت از طرف کابل طرف جلال آباد. دوستا شما میبینید که مردم ما همهش پیاده روان است و خوشبختانه که امارت اسلامی البته فعلا فعالیت کرده میره و راه را باز میسازه. دیگه شما دوستای عزیز در ادامه با ما باشه. البته ما از جای مهم برای شما تصویر میگیریم دوست. البته دوستای شما قسمی در تصویر میبینیم ما در سایه قرار داریم که این طرف ما کولر دیده و این طرف هم این سایه را هم البته امارت اسلامی را ساخته رئیس فعلا هم فعالیت میکنن به خاطر از اینکه حل مشکل مردم حل شه و بروی موتر جاده ها باز شه و موتر عبور و مرور بتانه. دیگه با امید از اینکه دوستا تا آخر برنامه ما را بیننده باشید. البته این سایه است که مردم ما همهش پیاده روان است، چون مشکلات راه است، اینجا بلندی است و سرکم خامه موتر با بسیار مشکل پایین بالا میشه. دیگه شما دوستای عزیز در ادامه با ما باشید تا آخر برنامه.
قسمی که شما در تصویر میبینید دوستا عزیز، این سایه است که البته از طرف دوستا قسم شما در تصویر میبینی سایه است که اینجا خوشبختانه البته امارات اسلامی یک امبولانس هم در خدمت دوستای ما مانده. خدا نخواسته کسی اوگار نشه یا کسی مریض باشه و انتقال بده. فقط این امبولانس از وظیفه‌اش است که از این طرف و تا اون طرفی که مردم از طرف جلال‌آباد به اونجا بره و پس دوباره برگشت و مریضا رو انتقال داده بره. البته کسایی که مریض خدایی اصلی لرزش کونه لرزش که فضل خدا خوشبختانه که کدام عوارض جانبی هم نداشته، البته مادی هم نداشت، مادی و معنوی نداشته. اگه دوستا شما دادم با ما باشین و این سایه است که مردم همش پیاده روان است. البته موتر نمیتونه که بیایه و بره، فقط از اون طرف هم اگه میان تا این طرف از اینجا در موتر میشنن کابل میرن و اگر از این طرف هم میرن تا سایه که کو سرک منصود ساخته او طرف تیر شده و در موتر میشنن طرف جلال‌آباد میرن. همراهی بکنین دوستای عزیز ما. و این هم امبولانسه که دوستای عزیز البته کدام عوارض تکنیکی برش پیدا شده و مانع حرکتش شد. اگر شما دوستا تصویر ببینید بخیر که اینه انشاءالله سرکم کارش تکمیل شد. البته دوستای سایه کو است البته فعلا هم لرزش داره و ریگ و جغل و سنگ البته پایین شده داره. سرک مسدود است و امارات اسلامی هم البته نیروهایش اینجا وجود دارن که به خاطر از اینکه مردم او طرف تیر نشه خدا نخواسته سنگ یا لرزش کو اوگارشان نکنه با او حساب اینجا تمام منش و این هم گرفته منتظره از این است که این سرک کارش تکمیل شد و خیر سیورگون اینجا کار استخبارات وزارت جاده برای ترافیک سی بخش است البته تمام سرک قطع میکنه که جاده برای باز شه و مردم از مشکل و خیر حل شد. مدت 7 روز شد که این سایه کار جریان داره تا کار ازی تمام شود. دیگه مو یک روز دوم شاید که طول بکشه. شما میبینید دوستا که این راه رو نو جور کردن، البته اون روی بروی سرکی است، سرک سابقه که لرزش سنگ البته سرک مسدود ساخته و این طرف دیگه سرک نو جور کردن موقت تا کو طرف مشکل حل شد و دوباره فعال شود. دیگه دمی سرک باید مردم البته موترها برو مرور بکنن. دوستا این موتر وزارت دفاع البته که اینجا به خدمت آمده، خانهشان آمد. انشالله ما از امارات اسلامی زیاد خوشی کردیم و موجود دیدیم که زیاد خدمت میکنن. البته شما بینید دوستای عزیز که این موترها اینا فکر کنم 2 موتر 3 موتر مدت 6 روز است که اینجا فعالیت میکنن تا که این راه را ساختن. البته راه آماده شد، آماده موتر رو که موترها بتونه راحت رو مرور بکنن و مشکلات مردم عزیز ما حل شود. دوستای عزیز از اینجا دوستا همراهی بکنیم ما را. البته مردم ما اینجا میبینید که تمامش پیاده روان است و از طرف دیگر چون راهی نیست. البته اگر از راه تگم نجات برن زیاد مسیر است چون این سایه از دوستا شما میبینید فعلا هم ریزش سنگ وجود داره. البته خطر است تا ای که این سایه البته از ریزش سنگش تکمیل نشه و دیگه بفهمن البته که دیگه سنگ پایین نمیشه. پوزیسیون را انشالله که پاک میکنم سرک باز میکنم. برای فعلا سرک موقتی که ساختن البته به خاطر از اینکه مردم ما راحت بره و بیایه یک سرک که ساختن چند روز مردم البته راهشان باز باشه با مشکل مواجه هستن، مشکل مردم حل شود. دیگه این سایه را میبینید شما دوستا این تمام مردم البته این موتر تمام موتر استاد است و یک ساعت از این طرف اعلام میکنه و یک ساعت از این طرف فقط به می قسم. خب بازم خداوند بزرگ است، انشالله این مشکل حل شده و یک روز بعد گفتن که انشالله این ریزش سنگ هم تکمیل میشه و ما سرک دوباره پاککاری میکنیم. البته رئیس حوادث هم بود اونجا که امروزشون ما چند کلمه گپی زدیم و بعضی سوالا گفتن و بعضی سوالا کردیم البته جواب دادم بر ما. خوشبختانه این سرک ساختن فعلا جاده برای ترافیک باز است.
دوستان شما قسمی که میبینی البته این سایه نه بازم شما با تصویر ببینید که فعلا هم سنگ در حالت آمدن است و خاکباد و پایین میه و خدا نخواسته البته مردم هم در نزدیکش نمیمونه. نیروی امارات اسلامی خدا نخواسته باعث مرگ یا باعث زخمی شدن مردم عزیز ما نشه. فقط این سرک این طرف که ساخته مردم بعضش در مدر بعضش پیاده و در روان هستند. دوستا همراهی بکنین تا آخر برنامه. دوستای سایه را که میبینی البته میبینی شما که فقط یک فعلا باز شد سرک که از دو طرف موتر به خیرونه روان است. از طرف کابل هم از طرف جلال‌آباد هم که میاد دوباره جاده باز شده و مردم ما آماده رفت و برگشت هستند و مشکلشان انشالله حل شده باشه. دوستان همه کم تصویر البته گفتیم برکن بگیرید. آخر برنامه ما تا اینجا بود و به پایان رسید. تا برنامه بعد که ما دوباره خدمت شما قرار میگیریم شما رو به لایک تا میسپاریم. البته یادتان نره دوستان چینل یوتیوب کابل رویا را لایک سابسکرایب و نظریاتتان را در کامنت با ما شریک بسازین. این هم برنامه امروز ما. تا برنامه بعد شما رو به لایک تا میسپاریم.